یک کسی رو ببینم واقعا نگاه کن سگ رو آزار بده، حیوانات رو آزار بده، کفتری رو بکشه، پرنده ها رو بکشه، همه حیوانات رو اذیت کنه، و خدا من میدونم با او کلا این کار خوبی نیست، این انسانیت نیست. پس چرا من دارم جدی میگم اینا رو، حالیتون میشه کلا نبینم این حرکت ها رو نشون بدید. خانم پس همین کار پس تنتون شو شلوارک رو بذارمش؟ بله همین. مبارکتون باشه، به خوشی استفاده کنین. شما اینجا دوربینم داری؟ دوربین ما ابوالفضله. تو رو اون لحظه که دیدم. آقا بنده فعلا هیچ گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارم، در اینستاگرام هیچ گونه پیج ندارم. حالا به اسم ما خیلی پیجا زده شده، حالا همشون تکذیب خواهم کرد، همشون فیکن، همشون فن پیجن. زمانی که پیج خودم درست بشه بالاخره اعلام خواهم کرد. هیچ گونه پیج بنده در اینستاگرام فعلا ندارم تا اصلاح ثانوی. اینجا با من سخن میگوید، اینجا سخن میگوید. این پیاز میبینی؟ بله بله. هر چقدر گرون بشه قاطی میوه ها نمیشه. دقیقا این آدمی که سرمایه داره، پول داره ولی معرفت نداره. وقتی معرفت نداشته باشی به درد نمیخوره. آره داداش. چند سالته؟ من 30 سال. چرا لبت اینقدر تیره شده؟ وراثتیه. بیشترش یا ژنتیکیه؟ آره ژنتیکه. از پدرم به ما ارث رسیده. چون اصالتا هم اهل جنوب هستیم. بله بله. خب به نظر خودت با این رنگش چه رنگی بشه؟ همین وسط رنگمون که حالا دورش خیلی سیاهه. خب دیره است. اون وسط لبم بشه مشکل نداره. چون خودمونم سیاهیم یه جوری بشه دیگه طبیعیه. آره طبیعی بشه. مرسی. حتما. تجریش کدوموری بود؟ تجریش کدوموری بود؟ تجریش نداریم اینجا. تجریش نداریم اینجا نه؟ اون بر بالا شهر، شمال شهره. اینجا کجای شهره؟ اینجا میدون هرویه. آها مرسی ممنون. بدبخت تو هر چی داری صدقه سر من خانواده‌ام. چی کار کردین برای من؟ مگه تو رو جمعت نمی‌کردم کسی تو رو آدم حساب می‌کرد؟ نه کسی تو رو آدم حساب می‌کرد. بچه خوشگل مزلف اون خانواده در پیتتون بابای معتاده. کثافت آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو به نیار. احمق من عقده‌ایم. کثافت بیشور نفهم. من عاشقتون بودم که باهات ازدواج کردم. زبون نفهم. و اینا پول پدرتو به چه درد من می‌خورد؟ هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است. هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه. هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستم
دیگه دیره دیگه دیره افسوس به نخواستم دلم رو نمیگیره دلم رو نمیگیره. خواستم بگم درسته هوا اینجا خیلی گرمه ولی تو بیا. گفتی میام به دیدن دوباره نیومدی دلم چه بیقراره هر جا بری میام به دنبال تو من نمیام. آقا جدا داری میکنی آقا جدا داری میکنی آقا جدا داری میکنی تو رو خدا کمکم کنی. بر بند وجود لعنت، بر تک تک سلولای بدنت لعنت.